الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه و بعد. دوستان گرامی، امروز در مورد چگونه ادا کردن عمره صحبت داریم و پیش از اینکه ما با ادای عمره برویم باید که در مورد قبول شدن آن فکر کنیم که ما باید به طور این عمره را ادا بسازیم تا که الله متعال از ما و شما آن را قبول بگرداند. اولین راه قبول عمره این است که باید از پول حلال باشد، چه حج یا اینکه عمره باشد. اگر پول ما خدای ناخواسته اگر از راه حرام به دست آمده باشد، بدانید که آن را الله متعال از ما و شما قبول نمیگرداند. از این لحاظ باید که به پول حلال و پولی که ما آن را از راه حلال به دست آورده ایم آن را در سفر حج و عمره خرج نماییم. دوم اینکه با طوری که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عمره کرده است همان گونه باید که ما عمره کنیم، یعنی که از پیش خود هر کاری که نآمده است و در شریعت وجود ندارد آن را باید انجام ندهیم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چگونه عمره کردند؟ در شریعت اسلام جایهایی هست که آن را میقات میگویند. میقات جایهایی که از آن بدون احرام بستن گذشتن جایز نیست و اگر کسی که بدون احرام از این میقات ها میگذرد بر آن خون لازم میگردد، باید که یک قربانی کند. از این لحاظ کسانی که از میقات ها میگذرند در آن جاهای مخصوصی هست که غسل میکنند و احرام میبندند و کسانی که از راه هواپیما سفر ادای عمره میکنند آنها در کشور دوم در فرودگاه میتوانند که غسل بکنند، چون که غسل کردن پیش از پوشیدن احرام سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است و هنگامی که غسل میکنند بر بدن خود خوشبویی میزنند و بر احرام خوشبویی زدن جایز نیست، تنها بر بدن خود میزنید. بعد از اینکه احرام را پوشیدید نیت میکنید که پروردگارا من نیت ادای عمره را دارم و آن را برای من آسان بگردان و این عمره را از من قبول بگردان. و اگر کسی که حج کننده باشد آن میگوید که پروردگارا من نیت ادای حج را دارم و آن را برای من آسان بگردان و این حج را از من قبول بگردان. یعنی گفتنی همین نیت بر زبان ضرور است، باید که بر زبان این را بگویید، چنانه که در دل هم میگویید بر زبان هم این را بیارید، چون که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در نیت عمره و حج همین گونه بر زبان خود آورده بود. و هنگامی که نیت عمره را میکنید باید که لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک این را هم باید بگویید. این را تلبیه میگویند، چون که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این تلبیه را گفت و به اصحاب کرام این تلبیه را تعلیم داد که بعد از پوشیدن احرام و هنگام نیت این تلبیه را باید ذکر کنید و این تلبیه را مردها به آواز بلندتر و زنها به یک آواز بسیار پست تا اینکه انسان پهلوی آن بشنود همان اندازه پست میگویند و تا داخل شدن مکه این تلبیه را ذکر میکنند و اگر یگان ذکرهای دیگر هم بگوید در بین هیچ باکی ندارد. و هنگامی که به کعبه میرسند باید که به طرف حجر الاسود بروند و به او اشاره میکنند بسم الله الله اکبر گفته از همین جا طواف را آغاز میکنند. هنگام طواف هر ذکری که میدانید میگوید یا اینکه هر دعایی که میدانید آن را دعا میکنید در حق پدر و مادر و در حق دوستان و رفیقان، در حق گذشتگان
در حق هر انسانی که میخواهید دعا میکنید و 7 مراتبه طواف را انجام میدهید. و در مورد فضیلت طواف احادیث آمده است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید به هر یک قدمی که طواف کننده در گرد کعبه مشرفه قدم میزند یک گناه آن بخشیده می شود و یک ثواب برای آن نوشته می شود. و دیگر حدیثی است که به هر یک قدم آن 10 گناه آن بخشیده می شود و 10 ثواب برای آن نوشته می شود و 10 درجه در جنت برای آن بالاتر عطا فرموده می شود. و هنگامی که طواف را به آخر می رساند رفته در پشت مقام ابراهیم 2 رکعت نماز می خواند و اگر که در آنجا انسان ها زیادی باشد می توانند که در هر جایی که از پشت مقام ابراهیم باشد می توانند که 2 رکعت نماز بگذارد. مهم آن است که مقام ابراهیم را بین خود و بین کعبه بگذارد و بعد از آن آمده دوباره به طرف حجر الاسود اشاره می کند و بسم الله الله اکبر می گوید و بعد از آن رفته از آب زمزم می نوشد. آب زمزم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید ماء زمزم لما شرب له. آب زمزم به هر نیتی که نوشیده می شود خاطر همان است. یعنی که آب زمزم به هر نیتی که نوشیده می شود الله متعال این شخص را به همان نیتش می رساند. کسانی هستند که آب زمزم را به خاطر شفا می نوشند و بعضی ها آن را به خاطر زیاد گشتن رزق و روزی و زیاد گشتن علم آنها می نوشند و کسانی هستند که آب زمزم را به خاطر نوشیدن از آب حوض کوثر می نوشند و کسانی هستند که آب زمزم را به خاطر که الله متعال جسد آنها را بر آتش جهنم حرام بگرداند به خاطر این می نوشند. هر کسی به هر نیتی که آب زمزم را بنوشد ان شاء الله که الله متعال آن را نصیبش میگرداند. و بعد از نوشیدن آب زمزم به طرف صفا و مروه می رود و در آنجا هنگامی که به صفا رسید رو به قبله آورده و بسم الله الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. این ذکر را میگوید و دعا میکند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این ذکر را 3 بار گفتند و 2 بار دعا کردند. همین گونه از صفا آغاز می کند و به طرف مروه می رود و هنگامی که در اشاره سبز می رسد حرکت خود را تیزتر می کند، یعنی می دود و هنگامی که به مروه رسید در مروه چنانه که در صفا دعا کرده بود و ذکر را گفته بود همان گونه هم ذکر را می گوید 3 مراتبه و 2 مراتبه دعا می کند و همین گونه 7 مراتبه بین صفا و مروه می رود و می دود و بعد از آن رفته موی سر خود را کم می کند، از همه موی سر خود می گیرد یا اینکه سر خود را می تراشد و زنها باشند اندکی از سر موی خود می گیرند و به این احرام را می کشد و عمره آن به آخر می رسد. و عمره کننده باید یک چیز را بداند که بودن آن در نزد کعبه مشرفه و در حرم مکی یک فرصتی است که باید در آن نمازها را در جماعت بخواند و نماز نفلی باید بیشتر بخواند، چون که 1 رکعت خواندن در مسجد حرام به مانند 100,000 رکعت می باشد، یا اینکه یک نماز در نزد کعبه خواندن در حرم مکی خواندن به مانند 100,000 نماز در دیگر مسجدها است.
و هنگامی که به مدینه می رود باید آن را هم فرصت بداند و هر رکعتی که در مسجد نبوی می خواند به مانند 1000 رکعت در دیگر مسجدها است و هر نمازی که در حرم نبوی می خواند آن هم به مانند 1000 نماز در دیگر مسجدها است. باید از این فرصت استفاده برده نماز را بیشتر بخواند تا اینکه از این فضیلت برخوردار گردد.